همراه گرامی سرف تانلز، برای خرید IP ایران ابتدا وارد سایت سرف تانلز بشید و از صفحه اصلی یا صفحه بای یکی از سرویس ها رو انتخاب کرده و روی گزینه اد تو بسکت کلیک کنید. در این قسمت اگر کد تخفیفی دارید میتونید در قسمت اپلای کوپن وارد کنید و با کلیک بر گزینه پروسید تو چک اوت خریدتون رو تکمیل کنید. در این قسمت سایت نیازه که لاگین کنید. برای رجیستر ایمیل و پسورد خودتون رو وارد میکنید و تیک رجیستر رو میزنید. در این قسمت کد ایمیلی برای شما ارسال میشه که لازمه وارد قسمت مربوطه کنید. در مرحله بعدی یک فرم احراز هویت مشاهده میکنید. در این فرم نیازه که بر طبق اطلاعات شناسنامه‌ای، نام خانوادگی، تاریخ تولد، کد ملی و موبایلی که به نامتون هست رو وارد کنید و گزینه سابمیت رو بزنید. دقت داشته باشید که این اطلاعات باید کامل وارد بشه. در صورتی که این گزینه نمایش داده شد به این معنیه که اطلاعات شما تایید شده و میتونید خریدتون رو انجام بدید. بنابراین به صفحه خرید باز میگردید و اطلاعات مربوطه رو پر میکنید و خرید خودتون رو تکمیل میکنید. بعد از تکمیل خرید برای فعالسازی IP ایران به بخش لایسنس ها مراجعه کنید. در این بخش مشخصات سرویس خریداری شده رو میتونید ببینید. گزینه دانلود رو انتخاب میکنید و بعد برنامه اوپن VPN رو باز میکنید. روی این گزینه کلیک میکنید و در قسمت بالای برنامه اوپن VPN سرورگ فایل رو انتخاب میکنید. فایلی که قبلتر از سایت سرف تانلز دانلود کردید رو در این قسمت بارگذاری میکنید. بعد از بارگذاری فایل، یوزرنیم و پسورد خودتون که در سایت هست رو کپی و در محل درست پیست میکنید. در نهایت با کلیک بر گزینه کانکت اتصال شما برقرار میشه.